استرخانه را همچون استرخانه زنده می‌سازیم. برای این من وظیفه دار هستم در این استرخانه که من البته با دست‌های خودم سازهای موسیقی را راست میکنم و برای مهمانان پیشکش میکنم. در اینجا تنبوری هست که زیاده از 450 سال دارد. این از اجدادان بابای گرمینج، از باباهاشون همیشه به وی میراث ماندگی است. وقتی که من می‌درایم همه اسباب‌ها جا به جا. بعد وقتی که نای میگیرید، نایی که زدید، تمام اسباب‌ها بیدار میشوند. یعنی که سیتار، رباب، خشب، تنبور، چون که خبر میکرده، آغاز میکرده. آغاز می همه اینا بیدار میشوند. بعد منم دلم خرسند میشه، بعد یک نای میزنم. تنقیصی مبلغ است که ما باید موزه رو با یک آرایش خودمان آرا دهیم، ولی برای ما به اینجا مبلغ نمیرسد.